مفسرین یک حکایت میارن از زمان حضرت موسی علیه السلام. میفرمایند که در زمان حضرت موسی قحطی آمد، یعنی که ناداری آمد. امروز مردم ما کریزیس میگن، کارهاش خوب نیست میگن کریزیس شده، در بازار سودا نیست، در ساختمان ها پل ها رو نمیتین. در زمان موسی علیه السلام قحطی آمد، ناداری آمد، دوام 40 سال میگه قحطی دوام کرد. به حد و حالتی را رسید که میگه دوام 40 سال از آسمان یگان قطره باران نبارید. تماما میگه از زمین دیگه سبزه نمیروی، خوراکه باقی نماند. بعد از آن میگه خداوند وقتی که یک قدر قحطی آورد، حضرت موسی علیه السلام قومهاش همه رو دعوت کرد، جمع کرد. 70,000 نفر از قومهاش گرفت و یک صحرا را طلب استسقا، یعنی دعا کردن و طلب باران کردن، بیرون برآمد. وقتی برآمد میگه دعا میکردن، همه زاره میکردن که ای پروردگار این قحطی و ناداری از حیات ما دور کن. رب العالمین میگه به سوی حضرت موسی خطاب کرد و ای موسی گفت در بین قومهای تو یک شخصیتی هست که 40 سال میشه به من، یعنی پنهانی ناآشکار دشمنی دارد. تا اون نفر از بین قومات بیرون نشوه من دعای شما را قبول نمیکنم، یگان قطره باران رحمت برای شما نمیفرستم. وقتی میگه حضرت موسی از جانب خداوند شنید، بعد از اون گوی پروردگار این قومهای من قدر زیاد هستند، من صحبتم کنم سخنم بگویم اینها سخنی من نمیشنوند. رب العالمین گو ای موسی تو بگو، من سخنی که در گوشهای تمام اینها میرسم. قصه کوتاه حضرت موسی علیه السلام این سخن بیان کرد و ای قومها گو در بین شما یک نفری هست که 40 سال میشه و به خداوند دشمنی دارد، به خداوند بدبینی دارد، به ضد خداوند مقابله و مبارزه دارد. تا اگر اون نفر از بین ما بیرون نشود خداوند یعنی که دعای ما را قبول نمیکنه و باران رحمت نمیفرستد. این شخصیت میگه وقتی این سخن حضرت موسی را شنید فکر کرد شاید غیر از من یگان نفر دیگه هم دشمن خدا باشد. وقتی نگاه میکرد هر طرف همه قرار است شخصیتی از جمعیت بیرون نمیشود. بعد از آن یقین کرد این نفر که همون من است، همون شخصیتی که سبب قحطی شدم، سبب قبول نشدن دعای مردم، سبب هلاک شدن مردم شدم من هستم. وقتی یقین کرد این شخصیت، بعد از آن میگه در حال به دل قصد کرد و اگر من این لحظه از بین جامعه بیرون شوم 70,000 نفر من میبینند در بین مردم بیعا برون میشم، شرمنده میشم. اگر بیرون نشوم این مردم همه از گرسنگی را هلاک میشن، میمورن. بعد از آن میگه به دل قصد کرد و پروردگارا من نزد توبه کردم. پروردگار اگر این لحظه من در بین این 70,000 نفر شرمنده و بیعا برون نگردانی، من به تو عهد میکنم که من دیگر گناه نمیکنم. من به تو عهد میکنم که از این پس من تو را عبادت و بندگی میکنم. وقتی میگه این شخصیت این جمله را یعنی به دل گذران، به دل توبه کرد، این لحظه بود میگه که یک پارچه ابر در آسمان پیدا شد، یک ابر پیدا شد، میگه به سوی بالای مردم آمد و باران باریدن گرفت. حضرت موسی علیه السلام میگه گفت سبحان الله، پروردگار گفت از بین جمعیت یگون نفر بیرون نشده است، یگون کس بیرون نشده از بین جمعیت، این باران رحمت باریده است، چه حکمت است، چه سیر است. رب العالمین گفت ای موسی گفت اون نفر گفت توبه کرد، من توبهش قبول کردم و گناهاش بخشیدم. حضرت موسی علیه السلام و ای پروردگار گفت از تو من بسیار التماس میکنم این شخصیتی خوشبخت برای من نشان بده. این خوشبخته که در یک لحظه توبه کرد، تو دعاش قبول کردی، توبهش قبول کردی و سبب نجات قوم من شد. این شخصیتی خوشبخت برای من نشان بده. رب العالمین به سوی حضرت موسی علیه السلام گفت ای موسی من خبرکشی را دوست نمیدارم، شوردازی را دوست نمیدارم. این شخصیت 40 سال به من دشمنی داشت، شورش نداختم، در بین مردم آشکارش نکردم. امروز که توبه کرده است، امروز یعنی خبرکشی میکنم، هرگز خبرکشی نمیکنم. تو ای موسی